سلام خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. برگشتیم با یه ویدیوی دیگه در رابطه با داشتن اینترنت نسل 4 ثابت و جلوگیری از تغییر ناگهانی شبکه تلفن همراه از روی 4G به 3G و 2G. قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازیم لطفاً حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، سوالی، نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید حتما توی بخش کامنت ها بنویسید، سریع جواب میدم. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. خب دوستان، همونطور که میدونید تمامی دستگاه‌های هوشمند اندرویدی بر اساس موقعیت مکانی از چندین حالت شبکه برای اتصال و برقراری ارتباط استفاده میکنن. توی چند سال اخیر این حالت ارتباط در بیشتر مناطق از 2G و 3G با پیشرفته شدن برج‌های سلولی به صورت 4G در اومدن. اما در برخی از مواقع مشاهده میشه که علیرغم پوشش کامل شبکه 4G دستگاه هوشمند بر روی کانکشن 3G و یا 2G ست میشه و کاربر نمیتونه از نهایت سرعت دستگاهش استفاده کنه که همونطور که میدونید پینگ 4G خیلی بهتر از 3G است و یه جورایی مثلا اگر شما سمت خونتون با 4G پینگ 100 بگیرید 3G پینگتون رو میکنه یه چیزی حدود 150 که اصلا خوب نیست. و داخل تنظیمات تلفن‌های همراه دسترسی این رو به ما نداده که بخوایم فقط قابلیت 4G رو انتخاب کنیم تا جلوگیری بشه با کوچکترین نوسان یهو مثلا گوشی بیاد خودکار 3G و یا 2G رو به جای 4G انتخاب کنه و سویچ بشه روی اون که حالا داخل گوگل پلی برنامه‌ای رو می‌خوایم با هم دیگه دانلودش کنیم که این برنامه با برقراری دسترسی شما به منوی پنهان تنظیمات کمک میکنه تا کانکشن خودتون رو به صورت اجباری بر روی 4G تنظیم کنید و هیچ وقت هم اجازه ندید که شبکه شما مثلا بخواد تغییر پیدا کنه. علاوه بر تنظیم اجباری چندین گزینه مدیریتی پیشرفته نیز در اختیارتون قرار میده که متناسب با نیازهای خودتون میتونید اونها رو تغییر بدید و تنظیم کنید که حالا جدا از حالت اجباری 4G هم میتونید کانکشن خودتون رو بر روی شبکه‌های پایداری همچون حالا همون 2G و یا 3G قفل کنید تا هیچ وقت با مشکل اختلال در شبکه هم روبرو نشید. وارد گوگل پلی میشیم و 4G only رو سرچ میکنیم. برنامه دوم با لوگوی آبی رنگ رو دانلود میکنیم که حالا همونطور که میبینید من از قبل نصب داشتمش. وارد برنامه میشیم و روی چرخ دنده کلیک کنید تا وارد تنظیمات بشید. توی این قسمت همونطور که میبینید انواع شبکه‌ها موجود هست و برای 4G ثابت باید LTE only رو انتخابش کنید و برای حالا مثلا 2G ثابت یا همون نت ای GSM only هست و 3G هم WCDMA نام داره که حالا شما میتونید مثلا اگر بخواید فقط روی حالا 3G و 4G باشه اونطوری هم هست که بخواید دو تا شبکه رو انتخاب کنید که اون میشه LTE و WCDMA که حالا با انتخاب اون میتونید چنین قابلیتی هم فعال کنید. و جا داره به اینم اشاره کنم که این برنامه نیاز به روت نداره و ربطی هم به بند شدن توی حالا جایی مثل بازی حالا نداره که حالا بخواید مثلا فکر کنید بگید آره پابجی بخواد بنمون کنه. و به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید و به کارتون بیاد. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.